الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عرض ادب خدمت همه شما دانش آموزان عزیز، خصوصا دانش آموزان کلاس 8. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه و روزگار بر وفق مراد همگی شما عزیزان باشه انشاءالله. با شما این با درس دوم عربی 8 با 15 کلمه ای که انشاءالله در این کلیپ یا در این ویدیو میبینید در مورد رمزایی که میذاریم که این کلمات رو بتونید با ماندگاری بالا در ذهنتون ثبت و ضبطش بکنید. بریم اولین لغت تعلم به معنای یاد گرفتن. تعلم به معنای یاد گرفتن داخلش بچه چی داره؟ علم داره دیگه، از همون ریشه هم هستش. علم یاد گرفتن میتونیم اینجوری بگیم در موردش. تعلم یعنی همون علم یاد گرفتن. یه بار دیگه بگیم تعلم یعنی همون علم یاد گرفتن. علم یاد دادن میشه تعلیم، تعلم میشه یاد گرفتن، یاد دادن میشه تعلیم. تعلیم و تعلم. دومین کلمه جعله. بچه‌ها فعل ماضیه که پارسال خوندید، به معنای قرار داد، یعنی یه چیزی رو یه جای قرار داد. خب اما ما رمزی که میگیم باید یه خود در موردش دقت کنید. بچه جعله اول چیه؟ جعلی. خب ما یه سری قرارداد داریم که میگیم مثلا فلان قرارداد جعلیه. یه سری قراردادی که مثلا فیما بین دو طرفه، یعنی بین دو طرف یه قرارداد نوشته میشه. خب اما مثلا یکی میره مثلا از اون نفر دوم شکایت میکنه، بعد دادگاه مثلا بررسی میکنه و اینا، میگه آقا این قرارداد جعلیه، قرارداد اصلی یه قرارداد دیگه است که بین شما بسته شده. پس اینجوری ما میگیم در موردش که قرارداد جعلی. خب اما جعله یعنی قرار داد، یعنی یه چیزی رو یه جایی قرار دادن، گذاشتن. خب این رو ما حالا قرارداد یه چیز دست نوشته که بین دو نفر حالا یا چند نفر هستش رو آوردیم اینجا، گفتیم قرارداد جعلی، که برای اینکه قشنگ در ذهنتون بمونه. پس جعله یعنی قرارداد جعلی. سومین کلمه حداد به معنای آهنگر. بچه کلمه حدید رو توی قرآنتون خوندید سال قبل، به معنای آهن. حداد شغل از همون ریشه هستش. بچه اکثر شغلای در زبان عربی بر وزن فعاله، مثل حداد، مثل بزاز، مثل خباز. خب حداد پس بر وزن فعال، یعنی فعالیت زیادی دارن در اون حوزه. با چی سر کار داره حداد بیشتر؟ با آهن دیگه، با حدید. پس میگیم حداد یعنی آهنگر. بعضی هم مثلا یه سری رمزایی هم برای خودشون میذارن، مثلا میگن حداد، مثلا یاد آقای حداد عادل میافتم، میگن آقای حداد عادل شغلش آهنگریه. خب یا آهنگر، اونا میتونید بگید. اما حدید یعنی آهن که سال قبل خوندید، حداد هم از همون ریشه هستش و شغل آهنگر. کلمه بعدی خامس به معنای پنجم. یه عدد ترتیبیه که عدد خمس رو، که لغت خمس رو ما تو فارسی داریم، یعنی 1/5. خمس یعنی 1/5، خامس یعنی پنجم، یه عدد ترتیبی است. لغت بعدی خباز به معنای نانوا. خباز به معنای نانوا. اینجوری میگیم بچه ها در موردش که خباز باز خمیر میکنه تا چیکار بکنه؟ نون بپزه. خباز باز خمیر میکنه، خباز باز خمیر میکنه تا نون بپزه. با من تکرار بکنید بچه ها، صرفاً بیننده نباشید، میخوام یه بیننده فعال همراه با تکرار. پس یه بار دیگه بگیم خباز باز خمیر میکنه تا نون بپزه. خباز یعنی کی؟ یعنی نانوا. لغت بعدی سهل به معنای آسان. توی فارسی ما لغت داریم تحت عنوان سهولت، میگیم به سهولت فلان کاری رو انجام دادیم، یعنی به آسانی. سهل هم از همونه دی، سهولت از همون سهله و سهل هم از سهولت. سهل به معنای آسان. هفتمین لغت
طعام به معنای غذا. طعام به معنای غذا. شاید توی یه سری از فیلم‌های تاریخی دیده باشید که بچه‌ها مثلا یه پادشاهی، یه اربابی میگه که مثلا طعام بیاورید. خب طعام بیاورید یعنی غذا. توی برای گیر انداختن یه سری از موجودات و حیوانات ما از چی استفاده میکنیم؟ طعمه. یه سری غذاهایی مثلا که مورد علاقه اون حیوان هستش رو میذاریم تا بتونیم که اون رو گیرش بندازیم. پس طعمه هم از همونه دیگه. طعام به معنای غذا و طعام بیاورید یعنی غذا بیاورید، طعمه هم که داریم. هشتمین کلمه عالم. بچه‌ها اینو عالم نخونید. عالم یعنی دانا، دانشمند. عالم یعنی جهان. توی فارسی میگیم سرتاسر مثلا عالم هستی. خب میگیم مثلا اگر در سرتاسر عالم هستی نگاه بکنی، خب قدرت خداوند رو، وجود قدرت خداوند رو چی مشاهده میکنی؟ سرتاسر عالم یعنی سرتاسر جهان. خب سرتاسر عالم هستی این رمزشه که گفتیم بهتون. پس یه بار دیگه بگیم عالم یعنی جهان، سرتاسر عالم هستی. عالم یعنی دانا یا دانشمند. کلمه بعدی قدره یعنی توانست. فعل ماضیه. کلماتی مثل قادر داریم بچه. من قادر هستم فلان کاری رو انجام بدم. یعنی چی؟ یعنی تواناییشو دارم. این فعلشه، فعل ماضیشه. قدره یعنی توانست. قادرم فلان کاری رو انجام بدم یعنی قدرتش رو دارم. قادر و قدرت از همین مورد هستش که میتونید حفظش بکنید. دهمین کلمه کأنه یعنی به معنای گویا یا انگار. خب توی فارسی هم بعضی موقع استفاده میکنیم. خب میگیم مثلا کأنه مثلا فلان اتفاق، مثلا کأنه مثلا مار زده طرف رو. خب انگار مثلا مار زدتش، مثلا میگیم کأنه مثلا فلان اتفاقی براش افتاده، انگار. خب یا گویا. توی فارسی استفاده میکنیم که اینجا هم بازم آورده شده. کأنه به معنای گویا یا انگار. کلمه بعدی کتمه به معنای پنهان کرد. یه چیزی رو میگیم مثلا فلان شخص زیر بار نرفت که فلان کاری رو انجام داده. این چیکار کرد؟ کتمان کرد. کتمان کرد یعنی پنهان کرد، در صورتی که اون کار رو انجام داده بوده اما پنهان کرد که اون کار رو انجام داده. پس کتمه یعنی پنهان کرد، فعل ماضی. کتمان کردم داریم توی ادبیات خودمون استفاده میکنیم. کل به معنای همه و هر استفاده میشه. کجا هر، کجا همه. وقتی که بچه‌ها یک کلمه مفردی باشه، یعنی بعد از کل یک کلمه مفرد بیاد، رو هر استفاده میکنیم. مثلا میگیم کل رجلن یعنی هر مردی. و اگر بعد از کل یک کلمه جمعی بیاد، مثلا همون رو بگیم کل رجال، میشه چی؟ همه مردان. پس کجا همه، کجا هر. اگر مفرد اومد، یک کلمه مفرد اومد بعد از کل، ما بهش میگیم هر. اگر جمع اومد میگیم همه. کل رجل میشه هر مردی، کل رجال میشه همه مردان. کل هم که داریم دیگه، تو فارسی هم استفاده میکنیم، مثلا میگیم کلش. اینجا داشتیم دیگه تو برنامه، تو سریال دراشیه آیه جواد رضویان، سید جواد رضویان میگفت که اینجی کلیش واسماس. این کل هم یعنی همه. لغت بعدی مبین به معنای آشکار، آشکار کننده. بچه یه سری اسمای خیالی رو ما میاریم توی این لغات، یه سری دوستای خیالیه تو درس عربی که بتونیم با استفاده از اسمشون رمز بذاریم، خب، و بتونیم اون لغت رو حفظش بکنیم. این یکی از اون دوستای خیالی ماست تو درس عربی که اسمش مبینه. این مبین آقا خیلی دوسته چی بود؟ دهن‌لقی بود و هر رازی رو که دوستاش بهش میگفتن میرفت میشست و یه جایی و برای همه فاش میکرد، آشکارش میکرد. پس اینجوری میگیم که مبین کارش آشکار کردن راز بقیه بود. مبین کارش آشکار کردن راز بقیه بود. یه دوست دهن‌لقی داریم توی درس عربی اسمش چیه؟ مبینه. مبین یعنی
آشکار کننده. کلمه بعدی ممزوج، یعنی آمیخته. مشخصه دیگه، ممزوج قشنگ ممزوج بشه یعنی آمیخته بشه. و آخرین کلمه درس دوم عربی هشتم منظمه به معنای سازمان. منظمه یعنی سازمان. اینجوری میگیم بچه‌ها یه نظم داره داخلش دیگه. میگیم بخشای منظمه به صورت منظم با هم دیگه چه میکنن؟ کار میکنن. مثلا یه بخشی دبیرخونه داریم، یه بخشی مثلا کارگزینی داریم، یه بخشی حسابداری داریم. خب مثلا کارگزینی فلان احکام استخدامی ها رو میزنه، مثلا حسابداری حقوق رو مثلا فلان کار میکنه، فیش حقوقی ثابت میکنه، مثلا اینا. مثلا دبیرخونه نامه ها رو شماره میکنه، نامه ها رو ارسال میکنه یا نامه ها رو دریافت میکنه. پس منظمه رو ما به یه جایی میگیم که بخشاش به طور منظم با هم دیگه کار میکنن. منظمه به صورت منظم، بخشای منظمه به طور منظم با هم دیگه کار میکنن. منظم یعنی سازمان. خب پایان لغت درس دوم. بریم با هم دیگه یه مرور کلی داشته باشیم از کل این 15 لغت درس دوم عربی هشتم. تعلم گفتیم علم داشت دیگه داخلش بچه‌ها، علم یاد گرفتن. تعلم یعنی یاد گرفتن. تعلیم چی بود؟ یاد دادن. آفرین. جعل گفتیم جعلی داشت بچه‌ها، قرارداد جعلی. خب جعله یعنی قرار داد، یه فعل ماضیه. حداد، حدید رو ما داشتیم به معنای آهن، اینم شغلشه. حداد یعنی آهنگر. خامس، خمس چی بود؟ 1/5. خامس 5. خباز گفتیم خباز باز خمیر میکنه تا نون بپزه. خباز باز خمیر میکنه تا نون بپزه. نانوا. سهل سهولت، آسان. طعام، طعام بیاورید. یا طعمه، طعمه گفتیم یعنی طعام یعنی غذا. عالم، سرتاسر عالم هستی رو اگر بنگرید وجود قدرت خداوند رو میتونید مشاهده بکنید. عالم یعنی جهان. قدره، از گفتیم قادر هستیم فلان کاری رو انجام بدیم. قدرم فعلشه یعنی توانست. کأنه، خب کأنه مثلا کأنه چی؟ کأنه مثلا مار گزیدتش طرف. خب مار گزیده. کأنه یعنی گویا یا انگار. کتمه به معنای پنهان کرد. کتمه کتمان، توی فارسی داشتیم کتمان کرد، پنهان کرد. کل گفتیم کلیش واسماس، کل همه و هر. مبین دوست دنلقمون، مبین راز همه رو آشکار میکرد. یا اصلا مبین کارش این بود که راز بقیه رو آشکار کنه. آشکار کننده یا آشکار. ممزوج یعنی درم آمیخته، آمیخته. و منظمه که نظم داخلش داشت. گفتیم بخش های منظمه به صورت منظم با هم دیگه کار میکنن. منظمه سازمان. خب یه جایی که نظم داشته باشه رو ما بهش میگیم سازمان. درستی داره مثلا اونجا سازمان میگیم اینجا منظمه. این هم آخرین لغت درس دوم عربی هشتم. درس دوم عربی هشتم آره، که امیدوارم که خوب مرور بکنید حتما و مرور یادتون نره با رمزایی که گفتیم. انشالله که تثبیت 100% داخل ذهنتون داشته باشه با رمزایی که میذاریم. و اینکه سعی کنید این رمزا رو هم از همدیگه دوست آشنایان اینا بگید مثلا بپرسه و اون رمزا رو بگید تا قشنگ این لغت ها دیگه تثبیت بشه. انشالله تا کلیپ های بعدی و درس های بعدی خودتون